هر آن چیزی که در ذهن ما در قلب ما میگذره به نوعی در زندگی ما هم ظاهر میشه. اگر درون ما آرام باشه دنیا را هم آرام میبینیم. اگر درون ما پر از عشق و مهربانی باشه این احساسات را ما از اطرافیان خود هم دریافت میکنیم. اگر نگرش ما مثبت باشه به جای دیدن مشکلات به فرصت ها نگاه بکنیم، به جای نفرت به عشق نگاه بکنیم، او زمان است که دنیا هم یک چهره دیگه خود برای ما حتما نشان میده. به همین خاطر است که اگر تغییر میخوایی در زندگیت او رو باید از درونت آغاز بکنی. رفتار دنیا با تو آینه از وجود تو است. هر آن چیزی که در ذهن ما در قلب ما میگذره به نوعی در زندگی ما هم ظاهر میشه. اگر درون ما آرام باشه دنیا را هم آرام میبینیم. اگر درون ما پر از عشق و مهربانی باشه این احساسات را ما از اطرافیان خود هم دریافت میکنیم. اگر نگرش ما مثبت باشه به جای دیدن مشکلات به فرصت ها نگاه بکنیم، به جای نفرت به عشق نگاه بکنیم، او زمان است که دنیا هم یک چهره دیگه خود برای ما حتما نشان میده. به همین خاطر است که اگر تغییر میخوایی در زندگیت او رو باید از درونت آغاز بکنی. رفتار دنیا با تو آینه از وجود تو است.